این دختر فلج ناگهان متوجه شد که مادرش به مدت 19 سال به او داروی حیوانات خانگی میداده و همین موضوع تمام این مدت باعث فلج شدنش بوده است. او جرئت نکرد مستقیما با مادرش روبرو شود، بنابراین وانمود کرد که همچنان داروها را مصرف می‌کند. اما به محض اینکه مادرش از اتاق خارج می‌شد، دختر فوراً قرص‌ها را بیرون می‌انداخت. او به شدت می‌خواست بداند چرا مادرش او را مجبور به مصرف این دارو می‌کند. آن شب وقتی مادرش خواب بود، یواشکی با آسانسور پایین رفت تا با کامپیوتر جستجو کند و بفهمد این دارو چیست. اما با تعجب دید که در خانه اینترنت وجود ندارد. چیزی که نمی‌دانست این بود که مادرش از قبل در سایه‌ها تمام حرکاتش را زیر نظر داشت. روز بعد وقتی مادرش در باغ مشغول آبیاری بود، دختر به کپسول‌های روی میز نگاه کرد. فیبی تصمیم گرفت با داروخانه تماس بگیرد و درباره آنها سوال کند. کمی بعد داروخانه به او گفت که داروی مربوط به ناتوانی‌ها باید کپسول‌های قرمز باشد، اما کپسول‌هایی که جلوی او بود سبز بودند. حالا کاملا مطمئن شده بود که در دارویی که مادرش به او میدهد مشکلی وجود دارد. مصمم شد حقیقت را کشف کند. پس به مادرش گفت می‌خواهد به سینما برود. مادرش قبول کرد. قبل از رفتن او مخفیانه تمام قرص‌هایی را که در چند روز گذشته نخورده بود در جیبش پنهان کرد. در سینما در نیمه فیلم به بهانه رفتن به دستشویی دروغ گفت و یواشکی بیرون رفت. با ویلچر خودش را به نزدیکترین داروخانه رساند. به جلوی صف رفت، کپسول‌های سبز را از جیبش بیرون آورد و از داروساز پرسید اینها چیست. بعد از بررسی داروساز توضیح داد که اینها داروهای مخصوص حیوانات هستند. دختر ادامه داد و پرسید اگر یک انسان آنها را مصرف کند چه می شود؟ داروساز گفت که باعث فلج شدن می شود. درست در همان لحظه مادرش او را پیدا کرد و به همه دروغ گفت که دخترش عقلش را از دست داده است. سپس به او یک داروی آرامبخش تزریق کرد. دختر احساس سرگیجه کرد و در آغوش مادرش از حال رفت. وقتی دوباره به هوش آمد خود را در اتاقش دید. سعی کرد بیرون برود اما دستگیره در تکان نمیخورد. با ناامیدی برای کمک فریاد زد اما کسی جواب نداد. در از بیرون قفل شده بود. برای اینکه بتواند فرار کند تصمیم گرفت اول کمی غذا بخورد تا نیرو بگیرد. سپس سیم چند راهی برق را بیرون کشید. یک چاقوی برش داغ برداشت، مقداری آب سرد در دهانش نگه داشت و شروع به اجرای نقشه‌اش کرد. کمی بعد با زحمت خودش را به پشت بام رساند و پاهای بیجانش را روی زمین می‌کشید و جلو می‌رفت تا بالاخره به پنجره اتاق خواب مادرش رسید. به پنجره بسته نگاه کرد، نوک چاقوی داغ را آنقدر گرم کرد تا سرخ شد و سپس آن را به شیشه چسباند. به زودی ترک‌هایی روی شیشه ظاهر شد. بعد سرش را عقب برد، تمام نیرویش را جمع کرد و آب را با شدت به شیشه پاشید. با تغییر ناگهانی دما شیشه کاملا خرد شد. او بالاخره موفق شد از پنجره شکسته وارد اتاق شود. سپس به سمت راه پله رفت، اما مادر حسابگرش از قبل آسانسور را از برق کشیده بود. بنابراین ویلچر را از پله‌ها پایین انداخت و خودش با تحمل درد از پله‌ها پایین غلتید. ناگهان متوجه شد که انگشتان پایش حرکت می‌کنند، اما وقت خوشحالی نداشت. باید قبل از بازگشت مادرش فرار می‌کرد. با تحمل درد بالاخره توانست از آنجا فرار کند. اما چرا مادرش با او چنین رفتاری می‌کرد؟ برای دیدن ادامه هیجان انگیز این فیلم با من همراه باشید.